خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزا و خیلی چیزای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و سلام الله بر شما بینندگان عزیز باد. با قسمت پنجم از برنامه بازخوانی تاریخ صفوی ها در خدمت شما هستیم. تاریخی که به طور واضح برای شما گفته نشده و شما از تاریخ خودتون بیخبر هستید. دیروز برای شما گفتم که شاه اسماعیل صفوی وقتی که وارد تبریز شد و تبریز رو فتح کرد، عنوان اولین شهر بزرگ ایران، فردای اون روز جمعه بود و اومد در مسجد و اذان رو عوض کرد و از مردم خواست قبل از نماز جمعه که توهین کنند به خلفای ثلاثه و به حضرت عایشه رضی الله عنهم جمیعا. مردم قبول نکردن و خواستن بلند شدن از مسجد برن بیرون که قزلباش‌های مسلح به جان مردم افتادن و خون در مسجد به راه افتاد و مردم قتل عام شدن. مردمی که اومده بودن نماز جمعه بخونن با دست خالی به طور ناجوانمردانه قتل عام شدن و درهای مسجد گرفتن. راه فرار مردم بسته شد و تقریبا قریب به اتفاق بر اساس نوشته‌های تاریخی نمازگزارا همه کشته شدن. چنین جنایت عظیمی رو شخصی که ادعا میکرد من ولی الامر مسلمین هستم در همون روز دوم ورود به شهر انجام داد. مردم شهر تبریز شافعی مذهب بودن، چیزی رو به نام شیعه نمیشناختن. این خود یک نفر هم شیعه در شهرشون نبود و اینها هم که بودن تا اون روز مخفی بودن. یعنی شاه اسماعیل صفوی تا روز اومدن به شهر تبریز عقیده خود را آشکار نکرد بود. بلا فاصله بعد از بیرون آمدن از مسجد اونها به خونه های خود نرفتن، قزلباش ها رو میگم، نفرای شاه عباس، بلکه وارد محله های شهر شدن و هر کسی رو که از مؤذن گرفته تا معلم گرفته بالاخره هر کس سری در شهر بود گرفتن و از اونا خواستن که خلفای راشدین فوش بدن و به حضرت عایشه و هر کس که امتناع میکرد فوراً کشته میشد. خیلی از مردم از ترس عذاب اخروی حاضر نمی شدن، تصور نمی کردن که اگر بگر نه به این صورت کشته خواهند شد، ولیکن در همون روز اول فهمیدن که با ملتی بسیار وحشی روبرو هستن. هر کس که قبول نمی کرد خانهش به آتش کشیده می شد، زن بچه‌ش رو می آوردن و به اسارت می گرفتن، بدترین توهینا رو می کردن و عملش شنیع رو انجام می دادن و به شدت تجاوز می کردن. به گفته تاریخ نویسای خودشون، خانمیر امیر محمود خانمیر که یکی از تاریخ نویسای ایناست نوشته که با این اعمال مملکت آذربایجان از لوث وجود بسیاری از جهال و متعصبان پاک شد. منظورش از جهال و متعصبان کسایی بودن که حاضر نبودن، نه اینه که برای مخالف بودن، حاضر نبودن به خلفا یا به همسر پیامبر توهین کنن. یک روش پاکسازیشون به این صورت بود که دستجات اینا از همون روز به صورت مسلح، تبر، خنجر، قمه
دشنه اینا رو در دست گرفته و در شهر راه افتادن. تصور کنید یه گروهی تو شهر راه افتاده و داره به خلفای ثلاثه رضی الله عنهم و همسر پیامبر توهین میکنه. و ایده دیگه از خودشون پشت سرش دارن تصدیق میکنن که صحیح هست، بیش باد و کم مباد. در همین وقت رفتن هر کس که از خونه بیرون نمیومد با اینا همراه نمیشد، در خونه‌اش میشکستن، داخل میشدن و میکشتن، جسدش رو تو خیابون مینداختن و آتیش میزدن خانه و جسد رو. زن و بچه‌ها رو میگرفتن و به اسارت میبردن. کارنامه اینها در همان روزهای اول در شهر مورد غضب واقع شده تبریز، شهری که همه مردم شافعی مذهب بودن، اینها بود: تجاوز جنسی به دختران و زنان، حتی تجاوز جنسی به پسران، دریدن شکم زنان باردار، شکم زنای حامله رو پاره می‌کردن، جنین رو بیرون می‌آوردن، آتش می‌کشیدن. دیگه از کار عجیب اینا این بود که به قبرها حمله کردن و هر مرده‌ای رو، مرده‌هایی که سالها مرده بودن، استخواناشو بیرون آوردن و آتش کشیدن. در همون روز اول چنان وحشتی در روزهای بعد در شهر ایجاد کردن که مردم راه خود رو گم کردن که چه کنن. کسانی که به نام دین اومده بودن نماز جمعه رو تعطیل کردن و نماز جماعت رو هم تعطیل کردن. همه مساجد شهر رو از بین بردن، همه به اصطلاح مراکز علمی و مدارس رو از بین بردن. یکی دیگه از کارهای عجیب اینا بود که در همون روزهای اول مردم رو مجبور کردن به شراب نوشیدن. چیزی که شما میشنوید باور کردنی نیست، اما اینها خودشون نوشتن. یا جهانگردانی که از اروپا اومده بودن و برای تجارت و در این واقعه گیر کرده بودن نوشتن. در روزهای آینده این امر تکرار شد و هراسی بر شهر تبریز مستولی شد که تاریخ نظیر اون رو ندیده بود. یکی از بازرگان اروپایی که در اون روزا در شهر بود، به خاطر این اومده بود که اموال غارت شده رو بخره. بعضی دیگه فکر تجارت خودشون هستن، برای تجارت اومده بود و مسیحا کاری نداشتن، فقط سنی بودن جرم شده بود. از همون روزی که اینها تبریز گرفتن، مجوسی بودن جرم نبود، مسیحی بودن جرم نبود، یهودی بودن جرم نبود، اما سنی بودن جرم بود. باید حتما ثابت میکردن که سنی نیستن. چطور ثابت کنن که نیستن؟ خلفا رو باید فحش میدادن، همسر پیامبر باید فحش میدادن و باید شراب میخوردن و خیلی کارهای دیگر رو انجام میدادن. یکی دیگر از این جهانگردان نوشته که در طول 20 روز 20 چند روز از اومدن قزلباش به شهر تبریز 20,000 نفر از مردم شهر کشته شدن. یعنی تقریبا 1/10 مردم شهر رو اینها کشتن و چند دهم مردم شهر رو هم به اسارت بردن. مردا رو می‌کشتن، زن و بچه‌ها رو می‌بردن. یعنی تقریبا شهر رو به طور کامل لگدمال کردن. یکی دیگه نوشته که آنچه که شاه اسماعیل با بیرحمی در تبریز انجام داد در جهان گفت سابقه نداره. شاید این رو نرون فقط انجام داده باشه. نرون یک جنایتکاری است در تاریخ که من جزئیات کارش نمیدونم، اما چون در اروپا بوده من از جزئیات جنایاتش به اصطلاح با خبر نیستم، اما این جهانگرد که با خبر بود گفت شاید فقط اون بوده که این جنایت‌ها رو انجام داد. تمام بناهای مذهبی رو از بین بردن، مساجد رو از بین بردن، هر چیز که نشانه از تعلق از اهل سنت داشت اینو از بین می‌برد. گفتم اونا سر قبرها هم معابدی ساخته بودن، این مشرکین قبرهای اونها رو از بین بردن، اون بدعت‌گذارهای اهل سنت رو. و عجیب کار دیگه ای که کردن، مسجد کبود، یعنی هم مسجد جامعی که درش قتل عام کردن رو تبدیل به طویله کردن، اسبای خودشونو بس. نشون به اون نشونی که این مسجد رو آباد نکردن تا وقتی که سلطان سلیم، حالا بهش میرسیم، سلطان سلیم عثمانی که با اینا جنگید و اینا رو شکست داد و برای مدتی به تبریز اومد، تبریز رو فتح کرد. شاه اسماعیل نتونست جلوش بیسته و فرار کرد. منظورش فقط به مردم بی سلاح میرسید. فرار کرد و از تبریز رفت پایتخت خودش رو به دستش سلطان سلیم داد. سلطان سلیم از وقتی که از ترکیه، حالا بهش میرسیم، حرکت کرد، بهش گفت که اگه مردی بیا با من بجنگ، من وارد خونت شدم. و اگه پادشاهی نیومد، فرار کرد، حتی تبریز اول کرد، در جنگ چالدران شکست خورد و فرار کرد. و وقتی سلطان سلیم وارد تبریز شد، برای غارت نشد، برای گرفتن خاک ایران نشد. وقتی وارد مسجد کبود شد، تاریخ نویسای عثمانی نوشتن که خیلی غمگین شد وقتی دید که مسجد به این با عظمت اینطور خراب شده و خرابه تبدیل شده. خودش با دست خودش جارو زد، طاقتش نیامد. سلطان سلیم عثمانی با دست خودش جارو زد و
بعضی از این آجرای افتاده رو طرف یک جوش همه چیز خراب کرده بودن، طویله درست کرده بودن و بعد پول داد که این مسجد رو دوباره بسازن. اما بلافاصله بعد از برگشتن شاه اسماعیل دوباره، چون که سلطان سلیم در اروپا مشغول بود نتونست تبریز نگه داره و رفت و باز شاه اسماعیل آمد و جنایت خود رو چند برابر کرد. اگه یادتون باشه روس‌ها هم وقتی که کمونیست‌ها هم مساجد بخارا رو گرفتن اون رو به طویله تبدیل کرده بودن. یعنی ملحد، اینا هم ملحد بودن. چرا ملحد فقط شراب می‌خوره، ملحد فقط عمل جنسی شنیع قوم لوط رو انجام میده و پس نتیجه ملت ما نه با منطق که با زور این مذهب رو قبول کرد، نه با زور عادی، به این طریق که حتی به جنین شکم مادر هم رحم نمی‌کرد. یک میان برنامه رو ببینید تا دنباله مطالب رو خدمتتون عرض کنم. با سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز. بعد از تبریز اینها به شهرهای دیگه استان آذربایجان رفتن. اولش به اردبیل رفتن، همون جایی که خواستگاه صفی‌الدین اردبیلی بود، زادگاهش بود. اونجا رو دیگه میشناختن، یه وقتی اونجا به عنوان صوفی، به عنوان مرشد زندگی میکردن، به عنوان مرید. در اون شهر نیز جنایتایی رو انجام دادن که در تبریز بود، تکرار کردن. دیگه لازم نیست که من شما رو ناراحت کنم و کارهایی رو که اونجا انجام دادن بگم، ولی اونجا دقیق‌تر انجام دادن، چون مردم شهر میشناختن، با هر کی دشمنی داشتن اون رو کشتن، به جلوی هر خانه هیزم گذاشتن و مردم امر کردن و وقتی که می اومدن از جلوی خانه رد میشدن و قانونشون بود توهین میکردن به اصحاب پیامبر و به همسر پیامبر. اگر کسی از مردم شهر اردبیل همشون سنی و شافعی مذهب بودن، اصلا خبر از اینا نداشتن. صفی‌الدین اردبیلی رو به عنوان شافعی مذهب میشناختن و دیگران رو. از جلوی هر خونه رد میشدن، قانون این بود که افراد خونه که صدا رو شنیدن باید سراسیمه میومدن بیرون و همراه میشدن با اینا. اگر بیرون نمیومدن همون هیزم رو برمی‌داشتن، خانه رو آتش میزدن و افراد خانه رو میسوزوندن و کوچکترها رو به اسیری میگرفتن. غیر از قبر در تبریز، من گفتم مشکلاتی بود بین اهل سنت، پیرپرستی و قبر پرستی بود. غیر از قبر صفی‌الدین اردبیلی بقیه قبرها رو این قبر پرستا خراب کردن، چون که مال قبر سنی‌ها بود. تمام مساجد رو به مؤذنا رو و همون کارهایی که در تبریز کردن خلاصه تکرار کردن و دیگه لازم نیست که به شما بگم که چه کردن. یکی از کارهایی که تو تبریز می‌کردن این است که سگ رو توی اردبیل سگ رو برایش نفت می‌ریختن، سگ رو باز این آتش می‌زدن. سگ بیچاره از یک به هم تفریحشون بود، هم عذاب دادن دشمنانشون بود. سگی که آتش می‌زدن دیگه روشو می‌کردن طرف همین خونه. وقتی آتش زدن سگ هم دیگه از ترس جان می‌دوید طرف داخل خونه و به اصطلاح چون که نمی‌دونه چیکار کنه به این طرف می‌زد به اون طرف می‌زد، تمام خونه رو آتش می‌زد. خونه‌های بزرگ اینجوری آتش زدن. خلاصه بقیه شهرهای بزرگ آذربایجان که یک منطقه بزرگ رو هم به همین صورت و همین ترتیب یکی یکی ویران کردند و خبر به رفیقاشون، اینا که ایرانی نبودن، گفتم اینا از آناتولی اومده بودن، تاتارای اونجا بودن، خبر به رفیقاشون رسید که آقا آذربایجان افتاد به دست ما، این همه نعمت و ثروت و زن و بچه مردم و مهاجرت بقیه هم شروع شد. مردم آذربایجان ایران شما خبر ندارید، اینا حالا میگن ترکی زبان آذری است، بابا اون ترکی است، به زبان آذری صحبت میکردن. اینها که اومدن به این صورت دیدید که با تبریز چیکار کردن، با بقیه شهرها چیکار کردن. اون عده معدودی هم که از مردم یه عده دیگه مهاجر باز آوردن و مردمی هم که مونده بودن با این چیزی که دیدن و هویت خود رو فراموش کردن و با اینها یک جا شدن و زبان اینا رو هم گرفتن. از ترس هم دینش، وقتی که دین خودش از دست داد زبان هم از دست میده. چیز دیگری که به این جنایتکاران کمک کرد غیر از این وحشیگریشون، جنایتکارای شهری بودن. اونا چگونه؟ شما میدونید که در هر شهری دزد است، قاتل است، آدمای بدکار هستن. وقتی که حکومت نباشه اینا دیگه رو میان. اینا دیگه نه دین دارن نه آیین دارن. من یادم میاد یکی خودش از همینا بسیجیای مثلا اونو عزیز توش بسیجی میذاریم دیگه، چون کسایی هستن که با هر حکومتی همراه میشن. در افغانستان یکی از همینا خودش با خنده بدون خجالت میگفت که آقا
در یک صحبتی باش کردم که به نظر میاد که این حکومتی که از هم حکومت‌های محلی افغانستان بود این از بین خواهد رفت. که از بین رفت، منم میرم با حکومت که اومد، هر کس که اومد با اون هستم. همین آدم خودش با خنده تعریف میکرد که وقتی که کمونیستا بودن با اون بود، وقتی که باز منطقهشون حکمتیار گرفت با حکمتیار بود، بعد که سمه جمعیت اسلامی احمد شاه مسعود پرزور شد با اونا رفت، بعد که احمد شاه مسعود از طالبان شکست خورد با طالبان رفت، بعد که طالبان رفتند و حکومت آمریکایی اومد با اینا شد. میگه من در این آخرین بار، خودش با خنده میگه که وقتی رفتم به قصر جلال آباد، چون که در قصر فرماندار عوض میشه، مدیر کل عوض میشن، باغبون که دیگه عوض نمیشه، جاروکش که دیگه عوض نمیشه. میگه باغبونش یا همون چای کسی که چای میاره اون عوض نمیشده دیگه، از وقت کمونیستان بوده، یک کارمند دیگه که شغلشه، اون با قصر به اصطلاح یک جا هست. میگه پیرمردی بود، من گفت که آخه تو کی هستی؟ میگه که در هر حکومتی تو در این قصر میای در به صورت هیئت دولتی. منظور من این است که ایده دین و آیین ندارن، با هر حکومتی بیاد همراه میشن. این ایده در اون دوره گفتم دوره انحطاط بود. من به شما عرض کردم که مردم سنی اون دوره هم در انحطاط اخلاقی بودن. وقتی ملتش در انحطاط بود، مجرمیش دیگه چی بودن؟ این مجرمان فوراً با گروه قزلباش همراه شدن. دیدن که قزلباشا از براءت جستن خوششون میاد، اینها هم گروه‌های تبرعی درست کردند و تبر به دست گرفتند و هر کسی که میشناختن، مجرم‌ها که پولدارا رو میشناختن، در شهرها به راه افتادن و از اونها کمتر نبودن و از این راه به نون و نوایی رسیدند. اینها هم دردسر مردم شدن و با گروه حاکم، یعنی گروه حاکم باز هم اونقدر نبودن. این مجرمین که باشون همراه شدن و زنها و بچهای مردم رو همراه دیگران، اینا هم به اسارت برد. فکر میکنم تا اینجا بس از شکنجه های اینا گفتم، دیگه شما رو شکنجه نمیدیم از گفتن بیشتر و میریم به بخش بعدی برنامه. نمیدونم که چند دقیقه از برنامه ما گذاشته، ولی چقدر که وقت داریم اون رو تخصیص میدیم، اختصاص میدیم و عقیده این قزلباشا که اینا کی بودن که شراب هم حلال بود و لواط هم حلال بود و مرده‌خوری هم حلال بود. اینا چه قومی بودن؟ اینا شیعه 12 امامی که نبودن. شیعه 12 امامی امروز که این چیزا رو حرام میدونه. پس اینا کی بودن؟ میخوام به این سوال پاسخ بدم. باز هم یک میان برنامه کوتاه رو شما ببینید و من باقی مانده وقت امروز رو به این اختصاص میدم. اگر وقت کافی نبود در برنامه بعد صحبت خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز. یک نکته‌ای که بر ملت ما پوشیده است اون این است که شاه اسماعیل صفوی و قزلباش‌ها هرگز شیعه 12 امامی نیستن، هرچند که مذهب شیعه رو به ایران آوردن، اما اونهایی نیستن که امروز هستن. اونها گروه دیگری بودن با عقاید دیگه. بعدها علمای شیعه از لبنان اومدن که اونها هم همون عقاید داشتن، ولیکن چون که یک دینی است که ریشه در کتاب خدا نداره، لذا بر اساس مصالح زمان بعضی از عقاید خود رو ول کردن، اما رگه‌های از اون عقاید تا حالا هم هست. این خیلی مهمه که شما بدونید که اینها چه عقیده داشتن. بعضی از عقاید اینها رو بنده برای شما عرض میکنم. یکی این است که اینها شاه اسماعیل رو خدا هم میگفتن، پیغمبر هم میگفتن، ولی هم میگفتن. یک چیزی عجیب غریبی بود این شاه اسماعیل پیش اینا و یعنی نمیشد فهمید که آخر این آدم کیست. از یک طرف میخواست مذهب 12 امامی رو بیاره، از یک طرف میگه من خودم خدا هستم. یه چیزی خودش در
کتاب‌های شعر داشته، شعر ترکی داشته، در کتاب شعر ترکیش شعرهایی هست که دلالت داره بر این که این ادعای خدایی داشته. البته طرفداراش میگن که این بر مبنی، طرفداراش اینجوری می‌نویسن، مبنی بر مصلحت وقت و ضرورت تسلیم به اعتقاد مریدان بود که بدون آن جانبازی آنها در حق شیخ و مرشد جوان غیر ممکن میشد. یعنی دارن دفاع میکنن، میگن به خاطر اینکه خود شاه اسماعیل دوست نداشت که اینو خدا بگن، اما چون که مریداش این عقیده رو داشتن ایشون سکوت میکرد تا بتونن جنگ کنن. باز این عذر بدتر از گناه شد. راستی هم همینطور بود. این مریدای شاه اسماعیل که تاتارا بودن و از وسط ترکیه اومده بودن، چهار طرف وسط ترکیه از آناتولی، اینها در وقت جنگ به جای اینکه میگفتن بگن الله اکبر میگفتن شیخ 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 شیخ، تا که میمردن شیخ 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 و قربان صدقه شاه اسماعیل میرفتن. فکر میکردن که همه چیز دنیا شاه اسماعیله و شعرهایی ساختن در به اصطلاح در وصف غلو در مورد همین شاه اسماعیل صفوی. یک تاریخ نویس اروپایی که ایران رو ندیده در زمستان سال 907 هجری، یعنی در بهار سال 907 هجری، اون جنایت ها رو شاه اسماعیل در تبریز کرده. در زمستانش این در کتاب خودش نوشته، گزارش که به تاریخ دسامبر 1501 یعنی تاریخ میلادی رو نوشته درباره پیغمبر جدید، یعنی شاه اسماعیل، از قول مسافرینی که تازه از ایران برگشتن. اون یعنی نوشته تو تاریخ که از قول مسافرینی که تازه از ایران برگشتن به من خبر دادن که یک پیغمبر جدید در ایران ظهور کرده که یک صوفی 14 ساله است که ادعای پیغمبری و خدایی دارد و 40 تا خلیفه دارد که اون خلیفه ها کاراشو انجام میدن. شاه اسماعیل در عین حال خودش رو امام زمان هم میدونست و برای همه فکر میکرد که برایش وحی نازل میشه و برای همین وقتی که برای پادشاه ازبک نامه تهدید آمیز فرستاد، این آیه قرآن نوشت وذکر فی الکتاب اسماعیل و کتاب رو میگه من هستم، انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. میگه این آیه در حق من است. یعنی اینو نامش رو برای شیبک خان که فرستاد اینجوری نوشته بود. چیزی که در اون شکی نیست، طرفداراش برای سجده میکردن. در آینده که وقتی سفیر شاه عثمانی پیشش اومد و این رو عیب دید، براش گفتن که خلیفه هاش که این عیب نیست، یوسف هم برادراش براش سجده میکردن. و جالبه بدونید که خمینی هم در کتاب کشف الاسرار دفاع کرده از سجده کردن. گفته ما سجده نمی کنیم اما گناه نداره چون که یوسف هم براش سجده کردن. پس سجده کردن یعنی چه؟ شاه اسماعیل خودش قبر پرست نبود، چرا که خودش امام زنده بود، بلکه گفتیم پیغمبر خدایی هم ادعا داشت. منتها عقیده اینها عقیده مردم شخصیت پرستی و مرید پرستی بود و فکر می‌کردن که شیخ حق داره حلال حرام کنه، حرام حلال کنه. یعنی میگفتن که شیخ تابع دین نیست، دین تابع شیخه. این معنی چیست؟ معنی این است که اگر میگفت که کعبه رو عوض کنید باید که عوض می‌کردن. جالب بدونید که در ایران صفوی‌ها مسجدها هم که ساختن با از کعبه عوض کردن. بهش میرسیم. طرف یمن ساختن و همون به نظر اون کعبه ابرهه رو ساختن. بهش میرسیم در آینده که علمایی که از لبنان اومدن این کار انجام دادن، گفتن که قبله سنی‌ها درست نیست، ما درست میکنیم. حالا زاویه‌اش عوض کردن و به یمن و کنیا میرسه، به اون طرف نماز میخونن. میرسیم بهش. من نمیخوام مسئله رو باز کنم، اما یکی از کارهایی که در پیش اینا حلال بود که دلیل بر این است که اینها بر دین اسلام نبودن، عمل شنیع قوم لوط بود. این عمل پیش اینها پسندیده بود و خود همین شاه عباس، شاه اسماعیل یک لواطگر چیره دست بود و یک تاجر ونیز که شهری از ایتالیا که در اون وقتها در قزوین بود، از یک نفر پولش میخواست، اون پولش نمیداد. یعنی قبل از اومدن شاه اسماعیل یک تاجر، خود همین به ونیزی نوشته که این تاجر خائن پول، اسمش هم نوشته، حالا یادم رفت، گفت این تاجر خائن پول من نمیداد و من رفته بودم که پولم ازش بگیرم. در همون روزا میگه تو قزوین بودم و این در خاطرات خودش مینویسه که یک روز در کاخ 8 بهشت، همون کاخی است که پادشاهان آقیونلو درش زندگی میکردن، شاه اسماعیل با 12 نوجوان اسیران تبریزی، همون جوانایی که از تبریز گرفته بود، لواط کرد و بعد اینها رو داد به پیروان خودش. و چیز دیگه ای که هم بدونید، اینها به حجاب معتقد نبودن. یعنی ونیزی از کجا میدونست؟ کار را علنی انجام میدادن.
و زنا در پیششون چی بود. یک مشکل دیگه اینا درست کرده بودن، این است که روسپیگری رو اجباری کرده بودن. یکی که حلال بود، یکی اجباری کرده بودن. به این صورت که پسران و دخترانی که از همین خونه‌ها گرفته بودن، خونه‌ها رو آتش زده بودن، اینها رو وادار می‌کردن به این کار شنی که براشون پول بیارن و اماکن مخصوصی درست کرده بودن و اینا رو به کرایه میدادن. میگم یعنی جنایتی که شما هرگز نمیتونید تصور کنید. و اگر اینها پول بهشون نمیدادن، اینا رو شکنجه میکردن. شکنجه به چه صورتی بود؟ خب بعضیا میگفتن آقا مرگ بهتر از این زندگی، ما گفت حاضر نیستیم. اما دخترای پسرایی که میآوردن گفت ما حاضر نیستیم، ما رو بکشید. اینا میگفتن از مرگ بدتر هم هست. چگونه اینا رو میکشتن؟ باز اینا رو مثل گوسفند که گوسفند شما میکشید از درخت آویزان میکردن یا میخ میزدن به درخت و آروم آروم پوستای اینا رو میکندن که بقیه بترسن، یا صورتشون رو میگرفتن آب جوش رو میآوردن و این رو آروم آروم در داخل آب جوش میکردن که بقیه حاضر نشن بگن که ما مرگ رو برای ما بهتر است تا عمل قوم لوط و صورت اینا رو میسوزن. آروم آروم به این جیغ داد میزد. این نشون میده که کسایی که این مذهب آوردن در عین حالی که وحشی بودن، در همون حال دارای یک مفکوره بودن برای ترسوندن مردم. میدونستن که تا اینجوری مردم نترسونن، مردم حاضر نیستن که دین خود ول کنن و هر چی که اینا میگن انجام بدن، چون اینها به طور 100% دین اسلام رو عوض کردن. نگید که امروز این چیزا نیست، رگه‌هایی هست. منتها علتی که عوض شده رو بهتون خواهم گفت، شما صبر کنید در برنامه‌های آینده. منتها این چیزایی که به شما دارم عرض میکنم، اینها مسلمات تاریخی هست که بی‌طرف‌ها گفتن و ای کاش بی‌طرف‌ها گفته بودن. خودشون گفتن، خودشون میگفتن شاه شریعت پناه ولی الامر مسلمین جهان برای مخالفین این کارا رو کرده. خجالت نمیکشیدن از این کارا، چون که دینشون بود. دیگه از جنایت‌های اینها که به نشون میده که اینا بر دین ما نبودن، این بود که اینها نماز رو تعطیل کردن. شما نمیتونید ثابت کنید در 230 سالی که صفوی‌ها حکومت کردن، از روز اولی که وارد تبریز شدن تا هر شهری که گرفتن نماز جمعه برگزار شد. نماز جماعت هم تا مدت‌های مدید تعطیل بود. نماز جماعت هم نمیخوندن. نماز جمعه اصلا که تعطیل بود. حتی وقت صفوی‌ها هم تعطیل شد، وقت قاجاریه و زندیه و پهلوی و خمینی که اومد دوباره به صورت نیمبند احیاش کرد. ما دلیلی نداریم که اینها روزه هم میگرفتن و دلیلی هم نداریم که نمیگرفتن، ولیکن با این کارا حتما روزه هم نمیگرفتن، چون که اینها بر دینی هستن که من به شما خواهم گفت که اون دین برعکس دین ما بود. ولی یک داستان الان یادم اومد در زمان شاه عباس که شاه ایران بهش لقب کبیر رو داده. من یک روز از رادیو خود ایران شنیدم، اونا که با اینا دشمن نبودن، حالا دیگه نمیدونم از کدوم کتاب این رادیو داشت اینو میخوند، گفت شاه عباس با همراهانش رفت به کلیسای جلفا نمیدونم یا در حومه اصفهان، روز ماه رمضان بود، وسط ظهر بود و سفیر پاپ واتیکان هم همراهش بود. وقتی وارد کلیسا شد پرسید که از اون کشیشش پرسید که این چیه؟ گفت این جام شراب مقدس ماست. از دستش گرفت و نوشید در وسط ظهر رمضان. باز به اطرافیانش گفت که شما هم بنوشید، اونا هم نوشیدن. باز میگه در گوش سفیر واتیکان گفت که پاپ این رو بگو که من این کار کردم، یعنی بهش بگو که این دین ما اینه. و اما شرابخوری این دیگه مثل آب خوردن براشون بود و ای کاش فقط شرابخور بودن. در کتابای رسمیشون نوشته و تعریف هم کردن. اگه شما ببینید اینجوری نوشته: اقدام رقیق، همون فارسی همون زمان براتون می‌نویسم، عقیق وش چون جام زرین آفتاب در بزم فلک، آغاز گردش کرده جام‌های شراب رقیق، بیغش به سان ساغر سیمین هلال، در دست ساقیان سیمندام، یعنی همون اسیران ایرانی در گردش بود. این کجا؟ در پیشگاه شاه اسماعیل. گفتم ای کاش شراب خوردن اینا حلال میکردن، فروشش هم طبعا دکه‌ای درست کرده بودن، شراب رو میفروختن و ای کاش فروش شراب رو حلال میکردن. یعنی میگه از این بدتر هم هست. بله، در این دکه‌ها مردمی که رد میشدن از سنی‌ها برای اینکه ثابت کنن که اینا برای اینکه سنی نبودن خود رو ثابت کنن، میگفت شراب بخورید، چون میدونستن که سنی شراب نمیخوره و پولم بدید. به زور سرشون شراب میفروختن، میگفت جلوی ما شراب بنوشید و اگر که اینا شراب نمینوشیدن میگفت که این مخالف سنی است و کافر و ضد دین است. میگه حالا میگم وهابی، اون وقتی وهابی نمیگفتن، وهابی نبود اون وقتی، یعنی نیامده بودن وهابیا. و خوب است اینم بگم اونایی که حالا دلشون درد آمده یا اونایی که طرفدار صفوی‌ها هستن خوشحال شدن، اینو بهتون بگم که هر شومی که اینها داشتن یک برکت کار اینا بود که مسلمان‌ها سنی‌ها بیدار شدن و اهل حدیث ها در عربستان پیدا شدن. بعد وقتی سر ما اومد فایده شد، ترک‌ها و عربا آوردن. مردم عربستان بیدار شدن که آقا از قبر پرستی آخر به اینجا ما میرسیم
و در بین اونها مردمانی بلند شدن که اینا بهشون میگن وهابی و اونا به خودشون میگفتن سلفی و این بدعت ها رو پاک کردن. یعنی کار اینها وقتی که ستاره صفوی افول کرد، ستاره سلفی ها صعود کرد، بالا رفت. به اونم میرسیم. منظور من چی بود؟ منظور من این بود که اون وقتها نمیگفتن دیگه وهابی هست و میکشتن، میگفتن سنی و کافر و ضد دین است و مخالف فرمان ولی الامر است، ولی فقیه امروزی. یک چیز دیگه هم که شما باید بدونید، نه فقط شراب رو اینها، این نکته آخر میگم و برنامه رو تموم میکنم، نه فقط شراب رو اینها میخوردند و میفروختند و اجبار کرده بودن، شرابش اینها مقدس بود و در جنگ ها شراب میخوردن. این شجاعتشون خاطر همین شراب خوری هم بود. خلیفه اینا گفتم هوشیار بودن، همون رهبرانشون، همونایی که از ترکیه اومده بودن، بکتاشیا که قبلا در برنامه قبل گفتم، شراب میخوردن، بیهوش میشدن و دیگه فکر میکردن که حالا شیخ هم ما کمک میکنه، به دشمن میزدن، مست و لایعقل بودن. و این از مسلمات تاریخ است. دوست دشمن صفویان نوشتن که قزلباشان در شبی که فردای جنگ چالدران بود به قدری شراب خورده بودن که مست بودن و خبر نداشتن که چی میشه، به فردا شکست خوردن. پس شراب مقدس بود، چون جنگ براشون اونجا مقدس بود، کاراشون به نام دین بود. خب وقت برنامه ما پایان رسید. میدونم که خاطر شما مکدر شد از چیزهایی که شنیدید، ولیکن باید حقایق تاریخی رو ما بدونیم، از اون درس بگیریم. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.